در دل خاندان پهلوی یک اسم وجود داره که همیشه با احتیاط، با مکث و گاهی با ترس تکرار شده. اسمش کنار بقیه شاهزاده ها توی کتاب ها هست، اما توی روایت های عمومی و رسانه‌ای تقریباً نادیده گرفته شده. مثل کسی که تو عکس دست جمعی هست ولی هیچ وقت اسمش گفته نمیشه. این داستان پاتریک پهلویه. شاهزاده‌ای که کسی نمیدونه چرا نباید دربارش زیاد حرف زد. پس تا انتهای این ویدیو با من باش تا رازهای مبهم زندگیش رو بشنوی. به کانال خودتون خوش اومدی. سال 1326 پاریس. کودکی به دنیا میاد که روی کاغذ میتونه وارث تاج و تخت ایران باشه، اما از روز اول سرنوشتش به حاشیه گره میخوره. اون پسر علیرضا پهلوی، دومین پسر رضاخان و کریستیان شولوسکی، یک زن فرانسوی لهستانی تبار بود و در سکوت و بدون تشریفات متولد شد و این برای نوه رضاخان غیرعادی بود. دربار پهلوی پر بود از عکس‌های رسمی، جست‌ها، جشن‌ها، اما درباره پاتریک تقریباً هیچ. پاتریک 4 ساله بود که پدرش رو توی سانحه هوایی از دست داد و این اتفاق باعث شد تا کودکیش از هم بپاشه و بین فرانسه و ایران آواره بشه. بعد از مرگ پدرش، وقتی شاه هنوز پسر نداشت، با توافق ثریا همسر شاه، پاتریک طبق قانون به عنوان وارث بعدی دربار شناخته شد. اما خیلی ها تو دربار با حضورش کنار نمی اومدن و اون رو وارث تحمیلی می دیدن. یک کودک با 2 دنیا، نیمی اروپایی، نیمی ایرانی. برای دربار سنتی پهلوی این ترکیب همیشه مشکوک بود. اما با تولد رضا پهلوی، پاتریک یک شبه از ولیعهد بالقوه تبدیل شد به آدم حاشیه‌ای دربار. توی یکی از روایت‌ها اومده پاتریک از همون نوجوانی به سیاست‌های پهلوی مشکوک بود. خودش گفته توی نوجوانی فهمیدم اطرافیان شاه من رو مناسب سلطنت نمیدونستن و مثل یه بیگانه به هم نگاه میکردن و همین باعث شد تا از دربار و خاندان فاصله بگیره و به آمریکا بره و اونجا با الهیات و تحصیل در این رشته علاقه‌مند شه و حتی بعد از برگشت به ایران مطالعاتش رو در مورد الهیات ادامه بده. این ویدیو رو لایک کن تا ببینیم چرا پاتریک وارد حاشیه شد. پاتریک خانواده‌اش رو قربانی سیاست‌های شاه میدونست و حتی معتقد بود شاه باعث مرگ پدرش شده. از تبعیض خسته و از فساد دربار ناراحت بود و همین موضوع باعث شد تا دست به افشاگری‌هایی در مورد شاه و دربار بزنه. هدف اون مردم بود و میخواست با افشاگری‌های دربار مردم رو آگاه کنه و چون جزء خاندان دربار بود، مردم به راحتی حرفش رو میپذیرفتن. بعد از اون به خاطر افشاگری‌هایی که داشت توسط ساواک دستگیر شد، ولی با پادرمیونی مادر بزرگش تاج الملوک آزاد شد و به خرم‌دره رفت و اونجا به کشاورزی و دامداری مشغول شد. سال 57 حکومت فرو ریخت، شاه رفت، خاندان به غربت گریخت، اما پاتریک اون هیچ وقت پشت حکومت پنهان نشده بود و در نهایت سقوط بیش از همه آزاد شد. اون نه با رضا پهلوی همراه شد، نه با سلطنت طلبها. انقلاب برای خیلی ها پایان امپراتوری بود، اما برای پاتریک پایان بندهای دربار. توی بعضی روایت ها اومده بعد از انقلاب هم دستگیر شد و حکم اعدام اون توسط آیت الله خمینی لغو شد و از زندان آزاد شد. بله دوستان، پاتریک 5 سال بعد از انقلاب به اروپا رفت، اما نه با تجملات سلطنتی. زندگی اون ساده بود، گاهی حتی فقیرانه. بعضی‌ها گفتن اون آگاهانه ارث خانوادگی رو رها کرد، بعضی دیگه گفتن اجازه نداشت چیزی بگیره. هیچ کدوم ثابت نشده، اما نتیجه یکی بود. پاتریک پهلوی در غربت مثل یک مرد عادی زندگی کرد، نه یک شاهزاده. سالها بعد وقتی ازش دلیل سقوط پهلوی رو پرسیدن، گفت اطرافیان شاه و فرح پهلوی کارهایی کردند که هم مخالفت روحانیت رو به دنبال داشت و هم ملت رو زده کرد. شاه میخواست مردم مسلمان ایران رو عوض کنه و همین باعث شکستش شد. به نظر شما چرا حکومت پهلوی سقوط کرد؟
نظرتو واسم کامنت کن. بعضی‌ها درباره سالهای آخر عمرش روایت‌های ضد و نقیض نقل می‌کنند، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت امروزش در دسترس نیست. حالا وقتشه که راز مبهم این داستان رو بشنوی. راز بزرگی که تا امروز حل نشده. چطور یک شاهزاده از تمام اسناد رسمی، عکس‌ها و تاریخ نگاره‌ها تقریباً محو شد. چه کسی از ثبت نام اون می‌ترسید؟ گفته میشد پاتریک به دلیل رفت و آمد در محافل روشنفکری اطلاعاتی درباره فساد درباری‌ها و روابط پنهانی برخی مقامات داشته. آیا این اطلاعات دلیل حذف اون بود؟ شاید بزرگترین تراژدی زندگی اون این بود که توی بزرگترین خاندان سیاسی ایران به دنیا آمد، اما خودش در جنگی خاموش با ذهنش بزرگترین دشمن خودش شد. پاتریک پهلوی نماد انسانیه که زندگیش در سکوت شروع شد و در سکوت ادامه پیدا کرد. انسانی که تاریخ به جای نوشتن دربارش ترجیح داد اون رو فراموش کنه. تاریخ پر از آدماییه که مثل پاتریک در سکوت زندگی کردند و در سکوت زندگیشون به پایان رسید. دوست داری در مورد کدوم شخصیت مبهم تاریخی بدونی؟ واسم کامنت کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده.